سلام بچه‌ها، به کانال من خوش اومدین. من شقایقم و امروز اومدیم یکی از جاهای مورد علاقه‌ام توی اورنج کانتی، منطقه زیبای نیوپورت بیچ. امروز یه روز عالی برای غذای خوشمزه با ویوی دریاست و مقصد ما کجاست؟ شیک شک. اما نه اون شیک شک زنجیره‌ای که توی بقیه شهرها هست. اینجا یه لوکیشن خیلی خاص داره با حال هوای خودمونی و فضای باز و دقیقاً همین باعث شده همیشه شلوغ باشه. بالاخره یه جای عالی پیدا کردیم و نشستیم با منظره اقیانوس. خب حالا وقتشه که نگاهی به منو بندازیم. اینجا برگراش خیلی معروفه، به خصوص کوب دلوکس چیز برگر که سیگنچرشه. شیک شک نیوپورت بیچ در اواسط دهه 1940 افتتاح شده و خیلی زود تبدیل شد به مکان مورد علاقه مردم لوکال و توریستا. غذابی‌ها چند تا سنجاب بامزه هم بهمون سر زدن. اینجا چون روی ارتفاع حس خیلی خاصی داره، صدای موجا، نسیم خنک، کلی آدم خوشحال و با یه نوشیدنی خنک چیز کردیم. منتظر بودیم تا غذا آماده بشه و صحبت کردیم. بالاخره غذامون رسید. اینم از همبرگر معروف شیک شک. واقعا خوشمزه است، نون نرم، گوشت آبدار و از اون غذا که آدم میخواد یه گاز دیگه بزنه و سیب زمینی کریسپی که دیگه نگم براتون. این بچه هم مثل اینکه ولکن ما نیست. بعد از غذا راحت میتونید پیاده تا ساحل برید، خیلی نزدیکه و اگه روزی اومدید نیوپورت بیچ حتما یه سر به شیک شک بزنید. مرسی از اینکه با من همراه بودین و اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد یادتون نره که لایک و سابسکرایب بکنید. تا ویدیوی بعدی، بای.